توی اینستاگرام خیلی وایسا وایس خب من بشینم. بالاخره سپایه رو درست کردی. نیم ساعت من نشستم اینجا. خب دفعه اولمه دیگه. شروع کنیم از خودمون یه مقدار صحبت کنیم. من محمد رضا هستم. 2 تا رشته تحصیلی داخل ایران دانشگاه رفتم، درس خوندم. رشته اولم مدیریت بازرگانی بود. شاید خیلی علاقه‌ای نداشتم بهش. تقریبا شاید آره. اصلا خب آره نه نصف وسطاش فهمیدم که خیلی علاقه‌ای ندارم دیگه، بیخیالش شدم و چند سالی وقفه افتاد بین رشته دومم که واقعا بهش علاقه داشتم. رفتم رشته حقوق خوندم. حقوق خیلی علاقه داشتم بهش. رفتم لیسانس حقوقم رو گرفتم، ولی خب لیسانس حقوقم رو که گرفتم تازه فهمیدم که اونقدر هم به این رشته علاقه‌مند نبودم. کسی که حقوق میخونه میره وکالت، برای وکالت آزمون شرکت میکنه توی آزمون وکالت و من خب چون از نزدیک با دوستای وکیلم آشنا بودم از قبل و هرچی جلوتر میرفتم فکر میکردم که شاید اصلا با روحیات من سازگار نیست. کلا سیستم آموزشی ایران اینجوریه که شما 2 تا لیسانس هم میگیری تموم میشه میره، هنوزم نمیدونی که اون رشته ها رو دوست داشتی یا دوست نداشتی و اینکه الان چی دوست داری. آره واقعا همین جوریه. من خودم که رشته حقوق رو تموم کردم واقعا این اواخرش دیگه به این نتیجه رسیده بودم که واقعا علاقه من نیست و خب شرکت نکردم دیگه توی آزمونای بعدی. منم مترجمی زبان انگلیسی خوندم، همینجوری انتخابش کردم، علاقه خاصی پشتش نبود، ولی وقتی که وارد دانشگاه شدم خوشم اومد ازش. واقعا بیشتر واحدهایی که پاس کردم و دوست داشتم و اینکه توی شغل اصلی الانم خیلی بهم کمک کرد این رشته. من همیشه میگم که آدما هر رشته‌ای که میخونن، هر کاریو که انجام میدن، من بارها به زهرا این موضوع رو گفتم، هیچ موقع فکر نکنید که دود میره هوا. هیچ کاری، هیچ فعالیتی واقعا اینجوری نیست که بگید که من یه کاری رو تو 4 سال انجام دادم، تو 2 سال انجام دادم، این دیگه رفت به یه کارش. من میگم هر چیزی یه جایی به درد آدم میخوره. آره، چون من تو اون زمینه مترجمی زبان اونقدری تو رشته خودم کار نکردم، کار کردم ولی خیلی محدود، ولی نهایتا هم همون رشته باعث شد که وارد سوشال مدیا بشم. شاید باورتون نشه من از ترجمه زیرنویس فیلم ها و سریال ها شروع کردم و وارد این رشته شدم، وارد سوشال مدیا شدم، چقدر هم کمک کرد به آشنا ما شدم. همین کاری که تو توی مقطعی انجام دادی، واقعا خیلی به ما کمک کرد. بعد من اون روزا بهش میگفتم که ببین اون زبانی که رفتی خوندی و بعد مثلا شاید به این نتیجه رسیدی که شاید کارم، ذهن و فکرم رو میذاشتم روی رشته دیگه ای شاید بهتر جواب میداد. گفتم ببین تو اون مقطع خیلی به دردمون خورد. خب حالا میخوایم بگیم که چی شد که کیفم گیر کرد، چی شد که مهاجرت کردیم به ترکیه و شهر استانبول. اول اینو بگم که ما 4 سال به استانبول در رفت آمد بودیم. ما در درجه اول یک پیج اینستاگرام ساختیم. اولش یه موضوع دیگه ای داشت، اسمش هم پینکست بود، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. بعدش ما یه سفری داشتیم به استانبول، سفر حالت تفریحی کاری طور بود. اومدیم استانبول و واقعا من خودم به شخص خیلی از استانبول خوشم اومد. محمد فکر کنم خیلی خوشش نمیاد. نه من واقعا اون سری اولی که اومدیم دوچار شوک شدم، ولی رفته رفته واقعا خوشم اومد از استانبول. آره اون اولش خوشش نیومد و بعد برگشتیم و بعد منم گفتم که من چون خیلی خوشم اومد از اون شهر، دلم میخواد که اصلا موضوع این پیج رو تغییر بدم. اون موقع پیج فکر میکنم 290 کی اینا بود فالوورش، هنوز این همه فالوور نداشت. که بعد با همفکری هم اومدیم موضوع پیج رو عوض کردیم و اسم پیج شد استانبول دات پارسی.
واقعا باورمون نمیشد که رفته رفته اینقدر این پیج رشد بکنه و تهش به اینجا تهش به اینجا ختم بشه. ما در این یعنی این تو ذهنمون بود که خب دیگه حالا یه پیج بلاگریه دیگه. و تو این 4 سالم رفت آمد می‌کردیم، ویدئو می‌گرفتیم، چه می‌دونم مرکز خریدار رو معرفی می‌کردیم. توی این 4 سال خودمون استانبول رو خیلی خوب شناختیم. یعنی ما یک اطلاعاتی می اومدیم توی پیج میدادیم که خود ساکنین استانبول که از فالوورهامون بودن توی اینستاگرام میگفتن که چقدر شما استانبول رو خوب بلدین، چقدر چیز میدونین، چقدر خوبه، در حالی که اصلا حتی خیلیاشون نمیدونستن که ما ساکن استانبول نیستیم. اصلا خیلی‌ها فکر میکردن که ما این محتوایی که داریم تولید میکنیم داخل خود استانبول ما ساکن هستیم. آره دیگه، یعنی مثلا یه جوری محتوا رو ما میدادیم که واقعا خیلی‌ها فکر میکردن که این محتوا رو داره یه شخصی میده که شاید حداقل 10 سال توی استانبول داره زندگی میکنه. انقدر دقیق و انقدر جزئی. الان که ما حدود 1 ماه اومدیم توی استانبول ساکن شدیم و اقامت گرفتیم و من اینو توی پیج اینستاگرام اعلام کردم، همه تعجب کردن که مگه شما استانبول ساکن نبودید؟ چی دارید؟ هنوزم که هنوزه خیلی‌ها میان دایرکت میدن که میگن که مگه شما استانبول نبودی؟ آره. و خب این موضوع، البته من اینم بگم ما هیچ موقع اعلام نکردیم که داخل استانبول ساکن هستیم. اصلا من بارها تو استوری ها گفته بودم که من ساکن استانبول ولی خب نیستم. خیلی‌ها توجه نمی‌کردن به این موضوع. حالا این یه نکته مثبته، یعنی ما کارمون رو اینقدر خوب انجام دادیم توی این حداقل 3-4 سال گذشته که ساکن نبودیم. به عنوان کانتنت کریئتور. آره، من و زهرا کلاً یک تفکر ایدئالگرای خیلی اذیت کنی داریم و واقعا این به نظر من از یه حدی که زیاد این موضوع بولد میشه توی هر آدمی، این یه مقدار اذیت کننده است، چون شما میخوای هر کاری رو واقعا نه 100% بلکه 1000% خوب انجام بدی. حالا البته یه سری حسنایی داره، یه سری عیب‌هایی داره. رفت آمد ما و اطلاعات زیادی که از استانبول به دست آورده بودیم، این خودش باعث شد که مهاجرتمون به این شهر خیلی آسون بشه. ما وقتی که 1 ماه پیش اومدیم ساکن شدیم، دقیقاً میدونستیم چجوری باید تاکسی بگیریم، از کجا باید به کجا بریم، با چه وسیله نقلیه‌ای بریم، چی رو باید از کجا خرید کنیم. اصلا قبل از اینکه بیایم میدونستیم که کدوم منطقه برای ما مناسبه که بریم ملک اجاره کنیم. خودمون همکار داریم در زمینه ملکی، تمام کارهامون رو با ایشون اوکی کردیم که کاملا مورد اعتمادمون هستن. و اینکه واقعا این پیج خیلی به مهاجرت ما کمک کرد. یعنی یه جوری باعث شد که ما صفر مهاجرت نکنیم، مثل اینکه مثلا الان یه نفر از ایران بخواد بدون اینکه تا حالا رفته باشه آلمان رو دیده باشه بخواد به آلمان مهاجرت کنه. خب خیلی سخته، خیلی چیزا رو نمیدونه. اون کسایی که تو فکر مهاجرت هستن به نظر من نباید با دیدن این ویدئو تصمیم یه شبه بگیرن. چرا؟ چون ما اینکه تو این نقطه امروز نشستیم و داریم از مهاجرت به ترکیه صحبت میکنیم، این یه عقبه حداقل 3 ساله داره. یعنی 3 سال مشقت، 3 سال حداقلشو دارم میگم، حتی اکثرشون 4 سال بود، ولی حداقل 3 سال مداوم شب و روز به این موضوع پرداختن، شب و روز با این موضوع سر و کله زدن، چند بار تلاش نافرجام. یعنی ما واقعا چند بار توی این 3 ساله اقدام کردیم اما نشد. یعنی به این راحتی ها هم که حالا خیلی ها میگن که ترکیه نزدیک ایرانه، ترکیه که اصلا اسمش مهاجرت نیست، ترکیه هر کسی اراده بکنه میتونه بره، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی وقتی داخل این قضیه میشی میبینی که خیلی چیزا با اون ذهنیتی که از قبل داشتی واقعا متفاوته. خب دلیلش میدونی چیه که فکر میکنن مهاجرت به ترکیه اصلا مهاجرت نیست؟ دلیلش اینه که خوشبختانه یا متاسفانه ایرانی ها برای سفر به ترکیه نیاز به ویزا ندارن. به مدت نکته مهمیه. به مدت 3 ماه
میتونن یه بلیط بگیرن مستقیم پاشن بیان ترکیه توی هر شهری. مثلا میمونه که مثلا شما از تهران اراده میکنی بری شیراز، پا میشی میری شیراز دیگه، اسیر ویزا و اینکه آیا ویزامون قبول بشه آیا نشه اینا نیستی. به خاطر همینه که هیچکس قدرشون نمیدونه. کشور به این قشنگی، طبیعت قشنگ، هوای خوب، فول امکانات رفاهی، هیچ چیزی شما اینجا کم نداری، همه چی اورجینال، همه چی فراوون، مردم خیلی آروم، کاری به کار کسی ندارن، سیستم حمل و نقل عمومی چقدر بی‌نظیر، فرهنگشون با ما فرهنگشون نزدیکه، به خیلی ما با ما نزدیکه. نزدیکه. حالا درسته واسه یه سری تفاوت‌هایی وجود داره، ولی به عنوان مهاجرت ترکیه یک کشور به نظر من بی‌نظیر محسوب میشه. ببین اینجوری میشه گفتش که شما اگر بخواید فرضاً به آلمان مهاجرت بکنید واقعاً دچار شوک‌های فرهنگی خیلی زیادی هستین. آره. اما ترکیه خوشبختانه این شکلیه که نمیگم حالا 100% فرهنگشون به فرهنگ ایرانی ما میخوره، ولی میشه گفت حداقل تا 70% میخوره به ما. یعنی اون شما 70% یه قرابت فرهنگی داری با مردم ترکیه. بالاخره اون 30% هم قطع به یقین میشه گفتش که طبیعیه. شما از یک کشور اومدی توی کشور تو خود دیگه. ایران فرهنگ یک شهری با یه شهر دیگه توی یه سری مسائل متفاوته دیگه، حالا کشور به کشور که هیچ. ولی ترکیه مقصد خیلی مناسبیه برای مهاجرت، به شرط اینکه اول اینکه یا سرمایه داشته باشید یا شغل خیلی خوبی خیلی اینجا مهمه. بتونید برای خودتون دست و پا کنید و ویزای کاری بگیرید. حالا ادامه ویدئومون راجع به همینه که ما چه شغلی رو اینجا انتخاب کردیم و چه خدماتی رو میتونیم به شما ارائه بدیم. توی اینستاگرام پرسیده بودیم که خب شغلتون چیه؟ من که از همون اول توی سوشال مدیا بودم تا آخر عمرم توی سوشال مدیا. نه ولی جدی خب من داخل اینستاگرام و از این به بعد به طور مفصل داخل یوتیوب میخوام که ویدئو بذارم، ویدئوهای آموزشی خیلی کاربردی، ویدئوهایی که تا حالا هیچ جای دیگه این ندیدیم در مورد شهر استانبول، نکات توریستیش، نکات مهم برای کسانی که اینجا ساکن هستن و نکاتی که میدونن به دردشون میخوره، حتی معرفی منطقه های مختلف استانبول، چه برای زندگی چه برای سفر، تجربه هایی که کسب میکنیم توی این مدت که فکر میکنم به درد خیلی ها میخوره و خیلی چیزای دیگه ای که الان اصلا شاید ندونم ولی بعداً به این فکر کنم که خب این یک موضوع خیلی خوبه برای اینکه بیام با شما به اشتراکش بذارم، چون ممکنه اون تجربه‌ای که من کسب کردم توی این زمینه به درد چند نفر دیگه هم بخوره و اونا هم بتونن از این تجربه ها استفاده کنن. البته این نکته هم ما همیشه توی پیج اینستاگراممون گفتیم به مخاطبین. الانم به نظرم این موضوع رو اگر بگیم خیلی بهتره. اونم این که ببینید تمام چیزایی که از این پروسه مهاجرت، از پروسه اتفاقاتی که برای خودمون افتاده، اینا تماماً میشه گفت تجربه های شخصی ما از این مسیر هست و اگر میایم این تجربه هامون رو با شما به اشتراک میذاریم، در درجه اول دوست داریم اون شاید بیراهه هایی که بعضی موقع ها برامون پیش اومده و رفتیم سمتش برای شما پیش نیاد و اینکه یه دید خیلی بازی بهتون بدیم اگر شما هم میخواید اقدام بکنید با کمترین ضرر، با کمترین مشکل بتونید این مسیر رو طی بکنید. چون ببینید اصلا کلا مهاجرت یه مسیریه که واقعا ناشناخته است. هر چی هم که شما به قول قدیمی ها سوار باشید روی این موضوع، بازم یه جاهایی قطعا شگفت زدتون میکنه. مثل ازدواج هندونه در بسته. آره دقیقاً. اینه که سعیمون رو میکنیم تجربیات خودمون رو خیلی صادقانه بهتون منتقل بکنیم. به خاطر همین ما توی این چند وقت سعی کردیم که یه تیم خیلی خوب و حرفه‌ای توی تمام اون
مراحلی که هر کسی توی پروسه مهاجرت باهاش برخورد میکنه دور خودمون جمع بکنیم. تو بحث گرفتن اقامت، تو بحث خرید ملک، تو بحث اجاره ملک، افتتاح حساب، هر چیزی که هر چیزی که واقعاً به درد هموطنامون بخوره. حالا یه سریا توریستی میان، یه سریا میخوان واقعا مهاجرت بکنن. هر چیزی واقعا این هر چیزی یه چیز جهان شموله. در زمینه توریستی هم که ما فعالیت همکاری میکنیم. داریم، بله، با یک آژانس در تهران همکاری داریم. داخل پیج اینستاگراممون هر روز استوریاشون میذاریم. شما اصلا همین که بخوای به استانبول و به ترکیه فکر کنی، ما سریع برای اون فکر شما، برای اون مسئله‌ای که تو ذهن شما ایجاد میشه یک جوابی داریم. حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله‌اش رو روشن کنید. قراره زود به زود ویدئو داشته باشیم از شهر زیبای استانبول و کلی نکات آموزشی، کاربردی، توریستی، اقامتی، همه چی توی کانالمون خواهیم داشت. ما رو حتما به دوستانتون معرفی کنید، هم اونا بهره ببرن از ویدئوهای ما. همین دیگه، ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. انشالله زود به زود براتون ویدئو میذاریم. سعی میکنیم که واقعا یک محتوای در خور شأن و شخصیت خودمون و شما براتون آماده کنیم.